سلام، چطوری؟ امروز اومدم باهاتون یه بسته که از دیجیکالا گرفتم و با هم دیگه آنباکس کنیم. یه سریشو قبلا استفاده کردم، دوباره شارژشون کردم، یه سریشون هم تا حالا استفاده نکردم. همچنین دوتا از محصولاتی که نسبتا از اونا گرونتره و از دیجیکالا نگرفتم چون فیکشون تو دیجیکالا زیاده، اینا رو میخوایم با هم دیگه تست کنیم ببینیم چجوریان. کانسیلر شیپ پیپر تارت و پرایمر گود گریپ شیگلم. اول من میخوام از این پرایمر شیگلم استفاده کنم. الان هیچ آرایشی رو صورتم ندارم، مرطوب کنندم رو زدم، میخوام الان برم سراغ پرایمر. این پرایمر چیزی که ادعا کرده اینه که من یه پامپ میزنم، فکر میکنم کافی باشه برای کل صورتم. ادعاش اینه که این پرایمر موندگاری آرایش زیاد میکنه، مرطوب کننده است. دوپ پرایمر الف و میلکه که این توی اونا قیمت مناسب تره. حالا قیمتش هم برات توی صفحه میذارم که چند گرفتم، ولی در کل خیلی تعریفش شنیدم دیگه، میگن که خیلی خفنه. حالا من میذارم اینو یا حالا 10 دقیقه یه رو بمونه، بعد ببینم چه شکلی میشه. این پرایمر یه 10 دقیقه یه رو صورت من موند. حالا میخوام از کانسیلر شیپ پیپر تارت رنگ لایت سندش استفاده کنم. اینو من توی تخفیف خریدم، قیمتش خیلی برام خوب افتاد، حدوداً 1,800 اینطور افتاد. یه بوی خیلی قشنگ بهاری گل اینطورا میدم. بعد اینو میزنم. اینم خیلی حواستون باشه از هر جایی نخرید، چون این کانسیلر خیلی معروفه و فیکش تو بازار زیاده. اون پرایمر شیگلم هنوز فیکش تو بازار نیومده، چیزش اومده، رژگونش هست، ولی پرایمرش فیکش فعلا نیست. اینا جاهایی که جوش دارم، جای جوشه مثلا احساس میکنم نیاز باشه سفید روشن‌تر بشه، سفیدتر بشه، میزنم. و از اونجایی که میدونم این کانسیلر سنگینه و کاور زیادی داره، در جا فیدش میکنم، یعنی اینجوری سد نمیکنم که یه ذره بمونه. حالا ببینیم چه جوریه کاورش. چیزی که راجع به این کانسیلر هست، حالا من مرطوب کننده و اینا هم زدم، اینه که خیلی کلا همه کانسیلر رو نزدیک چشمتون نزنید، خیلی ببرید بالا چروک میشه، میره لای چروک. و این کانسیلر رو من برای کسایی که سنشون بالاست، چروکای زیادی داره، خیلی پیشنهاد نمیکنم. اگرم بخوام بزنن خیلی کم، یعنی که بخوام خیلی پوستشون رو مرطوب کنن که این کانسیلر لای چروکای پوستشون نره. حالا آدم سنش کمتره اوکی، ولی وقتی که سنت زیاده این کانسیلر زیاد گزینه مناسبی نیست. الان ببین من این بر صورت هم هنوز فید نکردم، این بر رو فید کردم، ببین چقدر کاورش خوبه. حالا بریم سراغ شوینده. من این شوینده رو خیلی تعریفش شنیدم، ویتالایر. بر پوستای حساس من یه مقداری پوستم یه حالت تقریبا نسبتا مختلط داره رو به خشک میره، خیلی پوستم چرب نیست، بیشتر تیزو. به خاطر همین تصمیم گرفتم که برم سمت شوینده‌ای که خیلی پوستو خشک نمیکنه. اینو من تا حالا استفاده نکردم، از دیجیکالا گرفتم، بعد استفاده کنم ببینم چجوریه. توی دیسکریپشن اون پایین براتون مینویسم که بعد استفاده نظرم چطور بوده. محصول بعدی ضد آفتاب نئودرم SPF 50 بدون رنگ. این ضد آفتاب قبلا فرمولش یه جور دیگه بود، الان فرمولش عوض شده، خیلی پوستو براق میکرد، الان فوق‌العاده شده، اصلا اونطوری نیست، خیلی براق نمیکنه، رد سفیدی نمیندازه. من خیلی دوست دارم پرایمر رو، قیمتش هم مناسبه به نسبت به کارایی که داره. خلاصه که اینو من دوباره شارژ کردم، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این محصول رو بخرید. این مرطوب کننده لافاره رو من تا حالا استفاده نکردم، برای پوستای نرماله و اینکه نمیدونم مثلا چه جوریش، ایده ای ندارم. الان من میخوام تازه بازش کنم که استفاده کنم، بعد نظرم و حالا بعد یه استفاده ای که حالا یه هفته یه ماه اینطورا بهتون میگم که چه جوریه. دیسکریپشن الان فقط بافتش رو با هم دیگه ببینیم چه شکلیه. خیلی سبکه روی پوست،
قشنگ رو پوست راحت پخش میشه، جذبش نسبتاً الان که دارم میبینم بعد میبینیش برقی نمیدازه، حتی برای زیر میکاپ هم خوبه. بعد جذبش هم سریعه، اینجوری نیست که خیلی چیز باشه، ولی اینطوری نیست که حالت ژل کرم داشته باشه بزنی سریع جذب بشه و هیچی رو پوست احساس نکنی. خیلی عطری نیست، اوکیه. و اینکه جذبش هم یه جوریه که مثلا رو پوست میزنی اینجوری نیست که کامل محو بشه، رو پوست یه چیزی حس میشه. خلاصه که برای اولین بار من خوش آمد. چیز دیگه که گرفتم فکر میکنم برای سفر خیلی این مناسب باشه اینه که این بطری‌های مخصوص کرمه که میتونید توش مثلا کرما یه سری مثل این بخوام مثال بزنم، ضد آفتاب بر بدن و اینا مثلا میخوام استفاده کنم، خب این خیلی بزرگه بخوام تو سفر و اینا ببرمش، ولی وقتی که توی اینا بریزم حالا هر مقداری که بخوام راحت میتونم با خودم حملش کنم و به نظرم خیلی گزینه خوبیه که همچین چیزایی بخرین. قیمتش هم خیلی مناسب بود. این ویتامین C آردن رو واقعا دوستش دارم تو محصولاتش. اینو قبلا استفاده کرده بودم، دوباره شارژش کردم. خیلی روی پوست خوب عمل میکنه وقتی که یه مدتی استفاده میکنی، قشنگ پوستتو روشن میکنه. حالا بذار بافتش هم بهت نشون بدم. پوستو روشن میکنه، بعد نه خیلی خوبه دیگه. کلا لک‌ها رو کم کم به مرور زمان از بین میبره. کلا ویتامین C حالا بریم بخونین راجبش، خیلی چیزای خوبی داره. بعد رو پوستم برق نمیندازه، یه حالتیه که یه حالت مات طوریه، خیلی طبیعیه رو پوست، اینجوری نیست که مثلا غیر طبیعی باشه. اینا اوکیه. این ضد آفتاب رو من مخصوص پوست دستم گرفتم به خاطر اینکه SPFش پایینه، SPF 30. بعد اینو قبلا حالا یه چند باری برای پوست صورتم قبلا استفاده میکردم. یه مقدار برای پوست صورت زیادی براقه، SPFش پایینه و اینکه بقیه چیزاش اوکیه، بوی زیادی هم نداره، اصلا بوش اینجوری نیست که مثلا اذیت کنه. این بافتش هم این شکلیه. موقعی که پخشش میکنین رد سفیدی نمیندازه. حالا یه SPF 50 هم قبلا از آردن گرفته بودم، اونم بدون رنگ بود ولی رد سفیدی مینداخت. خیلی هم وحشتناک اینجوری بود که رد سفیدیش اصلا هیچ جوره نمیرفت، هر جوری هم میخواستی بلند کنی و اینا. ولی این رد سفیدی نمیندازه. بر پوست دست خیلی خوبه، من پیشنهادش میکنم. ولی برای صورت به خاطر اینکه SPFش پایینه پیشنهاد نمیکنم. و اینجا ادعا کرده که فاقد چربیه، ولی به نظر من فاقد چربی نیست، به خاطر اینکه خیلی اتفاقا چرب و چیل. به خاطر همین من ترجیح میدم بر دستم استفاده کنم، چون چرب و چیلی زیاد برای صورت دوست ندارم. این لاین سبومای آردن خیلی خوبه، ولی یه محصول من قبلا از همین آردن سبوما گرفته بودم برای جوشای بدن، جوشای زیرپوستی، مثلا برای پشتم که بخوام بزنم موقعی. الان قشنگ میبینین خیلی شده استفاده نکردم، ولی هولوش یه ماه اینطور استفاده کردم، تاثیر خاصی ندیدم واقعا رو پوستم. مثلا طبق چیزی که خودش گفته مثلا چند روزی یه بار دوبار استفاده کن. من مثلا بعد همون خیلی استفاده میکردم، ولی واقعیتش خیلی بر من تاثیر خاصی آنچنانی نداشت. حالا اینو گرفتم، خیلی تعریفش شنیده بودم، اینم همچنین تعریفش شنیده بودم، میگن که خیلی خوبه لاین سبوماش، ولی نمیدونم حالا این چجوری بخواد اثر کنه. این سالیسیلیک اسید داره، نیاسینامید داره. سالیسیلیک اسیدش 2%. برای اوایلش که بخوای همچین درصد بالایی استفاده کنی زیاد کسی پیشنهاد نمیکنه، میگن از درصدهای پایین‌تر استفاده کنید که پوستتون عادت کنه. قبلا سالیسیلیک اسید استفاده کرده بودم، اسکین بان خوب بود، اینم گرفتم تست کنم ببینم چجوریه اون، ولی خوبیش این بود که درصدش پایین‌تر بود، 0.5% بود، این 2%. شیر ایمیج خیلی توی دیجیکالا محبوب شده، ولی از برندهای دیگه هم دیدم، مثلا بایاکوا و برندهای مختلفی دیگه که مثلا از این کرم میزنن، ولی اونا رو نخرید، اونا به اندازه این خوب نیستش ایمیج. این کرم شیرش من دوباره تمدیدش کردم، اینو قبلا داشتمش،
بافتش خیلی بافت جالبیه. موقعی که میزنی اولش حالا چیزا خاصی نیست، همینطوری نگاه میکنیم، ولی موقعی که اپلای میکنی به پوست حالت دندونای شیر میشه و خوبیش اینه که مثلا میتونی قبل مرطوب کنندت بزنی، بعد که مرطوب کننده رو میزنی این تو پوست قفل بشه و واقعا تاثیر خوبی میذاره رو پوست. من چندین بار اینا شارژش کردم، خیلی دوستش دارم. خلاصه که به نظر من ارزش خرید داره. حالا یکم بریم سراغ محصولات آرایشی. من از این ژل ابرو جین اشلی گرفتم. خیلی توی دیجیکالا نمره خوبی داشت، جزو پرطرفدارا بود. میخوام اینا اپلای کنم روی ابروم ببینم به چه صورته. یه بدی داره اینا معمولا دراشون زود ترک میخوره. حالا این امیدوارم همچین اتفاقی براش نیفته. اپلیکاتورش میبینی خیلی درشته، برای این موژه خیلی بهتره. این برای ابرو یکی نازک‌تر باشه به نظر من مناسب تر. ببین خیلی اینجوری حالتی نیست که بخواد ابروهاتو اینجوری لیفت کنه بگیم واو مثلا چقدر خوب نگه میداره و اینا، همچین حالتی نداره الان اینجوری که دارم نگاه میکنم. ولی برای مرتب کردن ابرو چیز خوبیه. حالا اینکه ریزش داره نداره اینو بزنید به چه صورته رو اینا رو توی دیسکریپشن بهت میگم. بعدی لیپ گلاس ویوی چاین کالیستا رنگ S37. یه رنگ قرمز خیلی خوشگلی داره. یعنی با هم دیگه تستش کنیم ببینیم چجوریه. این شکلیه. اپلیکاتورشه. واو چه پیگمنتی داره. اپلیکاتورش خیلی نرمه، رو لب میبینید اینجوری بازی میکنه، یه حالت سفتی نداره. این چسب میمونه به نسبتی به لیپ گلاس های اینلی. این خیلی چیز داره، جوندارتره. از این لیپ گلاس خیلی خوش آمد، رنگش واقعا خوشگله، خیلی کاور خوبی داره. با یک بار اپلای کردن، یک بار یعنی من داخل محصول زدم و روی کل لبم اوکی بود، کامل اپلای شد. اینکه فقط روی لب یه ذره میچسبه و این چسبونکی بودنش رو خیلی دوست نداشتم، ولی در کل خیلی خوشگله. به خاطر خوشگل بودنش، این چسبونکی بودنش یه ذره رو اونو باش کنار میام. ولی لیپ گلاس های اینلی اگه بخوام مقایسه کنم که رنگ مورد علاقمه، رنگ S256 رنگ چسنات، این روی لب درست انقدر کاور نداره، کاور مثلا رنگش بالا نیست مثل این، ولی خوبیش اینه که رو لب خیلی راحت تر اصلا حس نمیشه. ولی خب جفتش قشنگه، هر گلی بویی داره. خب یکم از خودم بگم اینه که موهامو کوتاه کردم. ناناس شدم یا نه بهم بگی. لسه من این چیزایی که امتحان کردم و خیلی دوست داشتم روی پوستم. کانسیلر تارت که اصلا جای حرف نداره، اگه من حرفی بزنم اشتباه از منه. کانسیلر تو فیسم خیلی اونم تعریفش شنیدم، دوست دارم امتحانش کنم، حتما میگیرمش. یه مقداری کلا اینا قیمتشون بالاست ولی به نظر من ارزش خرید دارن. چرا؟ چون که دیگه جز بهترین های بازارن. برای کسی که اگه تواناییشو داره میتونه همچین قیمتی رو پرداخت کنه، چرا که نه. ولی اگه مثلا یه مقدار میبینه قیمتش خیلی بالاست، من کانسیلر فوراور 52 خیلی تعریفش شنیدم، خودم تا حالا استفاده نکردم که اونم میگن کاور خیلی خوبی داره. خلاصه که همین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی، خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعد و هفته دیگه. خدافظ.